برادر عزیز، در جریان هستین که در نورستان مصیبتی بسیار خطرناک آمد و خیلی از مسلمان ها را جان و مال همه را با خود برد. برای کمک و همکاری برادرای مصیبت زده نورستان شما کوشش کنین که با یک همت عالی همکاری داشته باشید. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. وقتی که ما برادری غم دیده و افتاده و مصیبت زده را دستش را میگیریم، کمکش میکنیم، یاری میرسانیم، حمایتش میکنیم، خدا حامی ما میشه، خدا پشتیبان ما میشه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. خدا با آنمان رحم میکند. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. مسلمان ها یک جسد هستند. مصیبت خواهر نورستانی ما، مصیبت برادر نورستانی ما، اون مصیبت ما است. آنهایی که اعضای فامیل خود از دست دادن، در واقع مصیبت سر ما آمده. پس ما مهربان باشیم. کودکی را ویدیوش را دیدم که همه اعضای فامیلش از بین رفته. کودک قامتش را راست کرده نمیتونه، کودک سر پایش ایستاده نمیتونه. تو اشکش را پاک کن، تو دستش را بگیر، تو کمک کن. رسول الله قسم خورده والذی بعثنی بالحق لا يعذب الله من رحم اليتیم او لعن له فی الکلام. کسی که با یتیم رحم میکنه خدا عذابش نمیده. اونا همه را از دست دادن. قدر توانتان برادرای تاجر ما باید همکاری بیشتر کنند. آن دعا ببینیم در قدم اول محترایشان قطار و کمک از اونها میرسه. ما چی کردیم؟ انسانیت نمرده، وجدانشان زنده هست. پس ما هم کوشش کنیم در وقت مصیبت، در وقت درد و غم برادری خود تنها نگذاریم. باز مدد غیبی خدا را با دو تا چشم گناهگارت میبینیم. خوب یادم میآید طالب العلم مثلا در یک قسمت پاکستان زلزله بسیار خطرناکی آمد که 70,000 نفر زیر آوار ماند. پیرمردی را درس میدادم که زلزله شروع شد. پیرمرد چند با سر پایش استاد شد، افتاد. این تصور کنین که یک پیرمرد سر پای استاد شده نمیتونه و او زلزله چقدر شدت داشت. پیش رو کوهی بود. اون مردم رسمشان به این بود که خانم‌ها میرفتن از کوه چوب و علف می آوردن. کوه آمد، 40 تا خانم زیر کوه ماندن. یقین کردیم بس قیامت تمام شد، دنیا کارش تمام شد، قیامت برپا شد. تقریبا تا دیر وقت این زلزله بود. خیلی از مسلمان ها همه دار و نداری از خود از دست دادن. روزی یک مرد فقیر آمد که هیچ چیزی پیش نمانده بود. طالب العلم قارسی پیشم چیزی نمانده، چیزی کمک کن. سرمایه من هم یک کمپل بود. طالب العلم چی دارم؟ زمستانم فرا رسیده، کمپلم را برش دادم. تو خدایا تو شاهد هستی که من دیگه چیزی دیگه ندارم. سرمایه‌ام یک کمپل است. باورتان بیه که کمپل به این فقیر دادم. به مدرسه رفتم. از مدرسه آمدم، تقریبا بالاتر از 50 تا کمپل در کنار دروازه مسجد چیده شده. سبحان الله. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. نزدیک نماز شام از فقیر دیگری آمد، گفت چیزی برای خوردن ندارم، کمکم کن. نزد ما در یک خریطه یک مقدار خرما بود، یک مقدار بیسکیت. به ای دادم، خودم به طرف مسجد رفتم. آمدم که داخل اتاقم پر از خرما هست. قماندان گردزون شهر قندوز همراه ما بود، طالب العلم بود. اون روز آمد گفت اما صحنه را هیچ فراموش نمیکنم. گفتم اون مدد غیبی الله بود. من به یک پاکت به فقیر و مصیبت زده خرما کمک کردم، خدا متربص به دکان ما به اتاق ما آورد. والله فی عون العبد. لذا امروز چنده میشه؟ به 500 و 1000 کفایت نکنیم برادرای عزیز. جیبایتون خالی کنیم. امروز جیب تا خالی که خدا جیب تا پر میکنه.
روز یکی از جوانای کمک طلب کرد، از ظاهرش معلوم میشد که انسان حرفوی نیست. در مسجد تصمیم گرفتم که خدایا امروز من جیب خدا برای این جوان خالی میکنم. نماز تمام شد، کسی با او بنده خدا همکاری کرده و رفته به طرف هرات، ولی تصمیم قاطع گرفته بود که جیبم را خالی میکنم. نیت پاک. اتاق رفتم، دروازه تک تک شد، یک کس آمد، گفتم بفرما. گفت شما را خصوصی کار دارم. وقتی که من برآمدم دستش را در جیبم داخل کرد رفت. مهمانا که رفتم خداحافظی کردم، متوجه شدم که $500 در جیب من گذاشته. گفتم خدایا من میخواستم که جیبم را خالی کنم، اما تو جیب من را پر کردی. والله فی عون العبد، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. امروز دور شما هست برادر عزیز. شاید بعضیا بگن که این پیسه به جیب وکیل میره، این پیسه به جیب شاروال میره، این پیسه به جیب کی میره؟ به جیب هر کی میره. و انما الاعمال بالنیات. تو پیسه میاندازی به نیتی ازی که دست یتیم بگیرم، اینمی گویا که تو رفتی و یتیم در آغوش گرفتی و بوسیدی و بویدی و جیبکش را از پیسه پر کردی. اینمی تو تصور کن. به نیتت معامله میکنه. اگر چنده کردی و پیسه را در جیب که دیگر کس رفت، ولی در نامه اعمال تو آن نوشته میشه که نیت چیزی باشد. الله کریم همه ما و شما را توفیق عمل نصیب